نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، دوستداران الله متعال، دوستداران بیت الله، کسانی که در شما میتپه برای حج بیت الله الحرام و زیارت حرمین شریفین. در ادامه بررسی آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید، در ادامه آیات 196 به بعد از سوره مبارکه بقره، بعد از بررسی آیه 196 و 197 به صورت گذرا به آیه 198 میرسیم. آیه‌ای که الله متعال بعد از اینکه در آیه 196 حکم حج و عمره رو که خالصانه باید فقط برای الله تعالی باشن بیان فرمود و اشاره کرد به احکامی از حج و مناسکی از حج و همچنین اشاره فرمود در آیه 197 به اینکه حج ماهای مشخص و معینی داره و کسی که حج میکنه و حج بر اون واجب هست باید از هر گونه امر منافی با طبیعت حج پرهیز بکنه و اشاره فرمود به مواردی به مانند بحث همبستری با همسر و اون چیزی که منجر به این موضوع میشه، چه از گفتار چه از نگاه ها و حرکاتی که انجام میشه و به عنوان مقدمات این کار حساب میاد و همچنین از هر گونه گناه و تعدی و از جدال و مجادله و بحث با کسانی که در حج مشارکت میکنن و به حج اومدن و تشویق فرمود به اینکه انسان کارهای خیر انجام بده که خیرش رو الله تعالی میبینه و تشویق فرمود به توشه برداشتن و پیشنهاد کرد و تشویق فرمود که بهترین توشه برای شما تقواست. برای کسانی که اهل خردن، اهل لبن، صاحبان مغز، الله متعال از اونها خواست که تقوا پیشه کنن، چون حج تمرین تقواست، حج فرصتیه برای تقوا. در ادامه الله متعال در آیه 198 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. ملامتی بر شما نیست، لیس علیکم جناح، نیست بر شما ملامتی، ان تبتغوا فضلا من ربکم، که جستجو کنید در پی به دست آوردن فضلی از طرف الله تعالی باشید. فضلا من ربکم، بخششی، فضلی از جانب الله تعالی باشید. مناسک حج و فرصت حج و جمعیت کثیری که در مکه مکرمه حاضر میشن، خب این جمعیت طبیعتاً نیازهایی دارن، نیازهای مادی دارن و نیاز دارن به غذا، نیاز دارن به آب، نیاز دارن به پوشاک، نیاز دارن به هر حال به اون نیازهایی که انسان همیشه داره در هر مکانی. و در این میان تجارت هم به هر حال اتفاق میفته و عده‌ای
در ایام حج و یا حتی در مشاعر مقدسه شاید مشغول به تجارت بشن. آیا این تجارت و این عمل شرعاً اجازه هست یا نه؟ الله متعال میفهمد ملامتی بر شما نیست که شما در ایام حج به دنبال به دست آوردن فضلی از طرف الله تعالی بشه. در این تعبیر چند نکته مهمه. اولا الله تعالی میفهمد فضلا من ربکم، یعنی فضل یعنی بخشش، چیزی که فضل یعنی زائد بر نیاز انسان هست. اشاره و تعبیر فضل در این آیه این رو میرسونه که هدف اصلی نباید این باشه. برای حاجی، یک حاجی حرکت میکنه از خانه خودش میره به سمت حجاز و حرمین شریفین، نیتش باید خالص برای الله تعالی باشه. و اتم الحج والعمره لله، حج و عمره فقط باید برای الله تعالی باشه. حالا اگر در این مسیر حج داشت میرفت و یا در مراسم حج یا در خود فضای حج خرید فروشی انجام داد، اشکالی براش نداره، به شرط اینکه به نیت حج نره. حاجی دیگه نباید به شرط اینکه به نیت تجارت نره. حاجی دیگه نباید به نیت تجارت بلند بشه، از یک طرف احرام میبنده و نیت حج میکنه، میگه من حج میرم، اما بره در حرمین به نیت تجارت اونجا با مشغول بشه به تجارت و این تجارتش سبب بشه که اون از عبادتهای اصلی خودش در حج بمونه. اما اگر فرصتی پیش اومد خارج از اون فضایی که نیاز هست، وقتهایی که باید مشغول عبادتهای خاص خودش باشه، اگر معامله هم انجام داد، اگر عبادتی هم کرد، مانعی وجود نداره. دوم، نکته دیگه‌ای که باید مد نظر باشه اینه که در این آیه الله تعالی فرمود فضلا من ربکم، هر فضل و بخششی که هست از طرف الله تعالی است. هر نعمتی که به انسان میرسه، هر مال دنیا و متاع دنیایی هم که به انسان میرسه از طرف الله متعال. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، اون لحظه ای که شما از عرفات سرازیر شدید، افضتم سرازیر شدید از عرفات، فاذکروا الله عند المشعر الحرام، پس یاد کنید، ذکر الله رو جاری سازید در مشعر حرام. در این بخش کوتاه آیه مهمترین رکن حج ذکر میشه که همون مسئله وقوف در عرفات است، یعنی توقف و مکث در عرفات. عرفات منطقه است خارج از محدوده حرم مکی که بعد از منا و مزدلفه قرار میگیره. یعنی اگر از مسجد الحرام شما حرکت بکنید به سمت مشاعر مقدسه، اول وارد منطقه منا میشید، بعد از منا که خارج بشید وارد مزدلفه میشید. متصل پایان منا اول مزدلفه است و پایان مزدلفه ابتدای عرفات آغاز میشه. و کسانی که میرن برای حج بعد روز نهم بعد از طلوع آفتاب حرکت بکنن از سمت منا که شب رو در منا ماندن، شب نهم رو، شب عرفات رو حرکت میکنن. روز نهم ذوالحجه که روز عرفه هست میرن به سمت عرفات، به سمت یک فضای، یک منطقه بسیار بزرگی که الان دیگه آبادانی شده و خیمه گذاشته شده و چترها گذاشته شده، ساختمان ها ساخته شده و دیگه مثل اون دشت قبلی نیست. قبلا دشتی بوده اما الان آبادانی ها فضای منطقه رو عوض کرد. در عرفات که خارج از محدوده حرم و بیش از 10 کیلومتر از مسجد الحرام فاصله داره، میرن در اون منطقه. البته الان منطقه عرفات جزئی از شهر مکه است دیگه، چون ماشاءالله شهر مکه بزرگ شده. الان منطقه عرفات در حاشیه‌های پایانی شهر مکه قرار داره هنوز هم و حجاج باید برن در عرفات. در عرفات باید از لحظه ورودشون تا غروب آفتاب رو اونجا باشن. حجاج بعد از مغرب، بعد از
طلوع آفتاب روز نهم حرکت میکنن و میرن به عرفات و در عرفات جمع میشن. عرفات همون منطقه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانشون در حجة الوداع خطبه حج رو رسول صلی الله علیه و سلم ایراد فرمودن و آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آیه اکمال دین که بخشی از آیه سوم سوره مبارکه مائده است در اونجا نازل شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در عرفات که مهمترین رکن حج هست به حضرت فرمود الحج و عرفه، حج همون عرفه هست. اگر کسی نتونه که خودش رو به عرفات و عرفه برسونه حجش قبول نیست. این رکن مهم رسول صلی الله علیه و سلم در این منطقه بعد از ظهر در جبل الرحمه که کوهی در منطقه عرفات و به اسم کوه عرفات هم شناخته میشه، بر کوه بزرگی نیست، یک تپه‌ای هست که حتما در تصاویر دیدید و خیلی از حجاج هم سعی میکنن اونجا برن. الزامی نیست که حتما کسی که در عرفه میره در عرفات به اون منطقه بره و اونجا باشه. رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر اینکه این منطقه مرتفع بودن رفتن روی سنگ‌های این منطقه و شروع کردن به خطبه و اون خطبه معروف حج رو برای صحابه و اون دستاوردها و اون توصیه‌های آخری رو برای صحابه ابلاغ فرمودن. عرفات منطقه است که روز نهم یعنی عرفه رو حجاج در اونجا میگذرونن. غالبا بعد از طلوع آفتاب روز نهم که جمعیت سرازیر میشه از سمت منی، عده‌ای با پای پیاده میرن، عده‌ای با وسیله هایی که هست. الحمدلله الان که امکانات بیشتر شده و قطار هم در اختیارشون هست، همه روی میکنن به سمت عرفات و میرن به عرفات. تا مغرب اونجا میمونن، حتی ظهر هم نماز ظهر و عصر رو با هم در یک وقت در وقت ظهر میخوانن، چرا که رسول صلی الله علیه و سلم نماز ظهر و عصر رو با هم جمع کردن در عرفات در وقت ظهر. بعد از اون تا لحظه غروب آفتاب رو در عرفات میمونن. بعد از اون که آفتاب غروب کرد حرکت میکنن به سمت مزدلفه. نماز مغرب رو نمیخونن در عرفات، با اینکه لحظه خروج از عرفات باید همزمان باشه با غروب آفتاب، یعنی شروع وقت نماز مغرب. اما رسول صلی الله علیه و سلم نماز مغرب رو در عرفات نخوندن، گذاشتن وقتی که به مزدلفه یا همون مشعر الحرام رسیدن نماز مغرب و عشا رو با هم جمع کردن در وقت عشا. روز نهم نماز ظهر و عصر در عرفات با هم در وقت ظهر جمع میشه و نماز مغرب و عشا در مزدلفه در وقت عشا. یعنی نماز مغرب رو حجاج وقتی که از عرفات حرکت میکنن نمیخونن، سعی میکنن تا برسن به مزدلفه هر وقت که رسیدن، شاید 12 شب 11 شب، و یعنی از وقت مغرب کاملا خارج میشن. خیلی سخته که انسان بتونه قبل از پایان وقت مغرب خودش رو از عرفات به مشعر الحرام یا مزدلفه برسونه با توجه به سیل جمعیتی که وجود داره. الله متعال میفرماید فاذا افضتم من عرفات، وقتی که شما افضتم، تعبیر افضتم از فیضان گرفته میشه و فوض به معنای سرازیر شدن، لبریز شدن. وقتی که ظرف آبی بیشتر از حجمش در اون آب قرار میگیره، میگیم که از این گوشه ها میبینیم که آب میریزه، سرازیر میشه و به تعبیر عربیش میگن که این الان فیضان کرد، فاضت، یعنی این که سرازیر لبریز شد. تعبیر قرآنی اینه که وقتی که از عرفات لبریز شدید، وقتی که سرازیر شدید، این سیل جمعیت در عرفات که انسان میمونه که این جمعیت از کجا وارد میشه، جمعیت چند میلیونی در شهری که فقط 12 ساعت بیشتر در سال جمعیت این چنینی رو در خود نمیبینه. در بهترین روز سال علل اطلاق که روز عرفه بهترین روز سال هست، حجاج در عرفات می نشینن و روزه هم نمی گیرن.
روز عرفه بیشتر برای غیر حجاج هست و کفاره 1 سال ما قبلش به حساب میاد و تشویق بسیار زیادی شده برای روزه گرفتن این روز برای غیر حجاج، اما حجاج در عرفات روزه نمیگیرن. در عرفات سیل جمعیت وقتی که حرکت میکنه و لبریز میشه، الله تعالی میفرماید فاذا افضتم، وقتی که شما سرازیر میشید، وقتی که این جمعیت لبریز میشه من عرفات، از سمت عرفات. یک صحنه بسیار عجیبی رو انسان مشاهده میکنه. وقتی که انسان میبینه یک عده پیاده حرکت کردن چند کیلومتر راه بین عرفات و مزدلفه، اکثر جمعیت پیاده حرکت میکنن. اکثر این جمعیت چند میلیونی پیاده را میافتن. عده‌ای با وسیله‌های نقلیه میان، با قطار حرکت میکنن، عده‌ای با وسیله‌های خفیفتر حرکت میکنن و سیلی از جمعیت روانه است به سمت عرفات، به سمت مشعرالحرام و مزدلفه. از عرفات حرکت میکنن میرن اون طرف، کفن پوشیده و با چشمانی گریان و اشکبار از تمام شدن روز عرفه و عرفات و همچنین با زبانی ذاکر حرکت میکنن میرن به مشعرالحرام، به تعبیر قرآنی همون مزدلفه. فذکروا الله فاذا افضتم من عرفات، این الله تعالی میفرماید وقتی که از عرفات سرریز شدید و سرازیر شدید، پس الله تعالی رو یاد کنید در مشعرالحرام. مشعرالحرام نام دیگر مزدلفه است و بین عرفات و منی واقع. منطقه مزدلفه بین عرفات و منی است و شب عید رو، شب 10 ذوالحجه رو، شب عید قربان رو حجاج در مزدلفه میگذرونن. وقتی که از عرفات خارج میشن میان رو مزدلفه و نماز مغرب و عشا رو در وقت عشا به جای میارن و همونجا شب به ذکر و عبادت و تسبیح و استراحت مشغول میشن تا نماز صبح رو میخونن و حرکت میکنن میرن به سمت منی. بعد از نماز صبح، یعنی نماز مغرب، عشا و صبح رو در مزدلفه میخونن. نمازهای شب رو در مزدلفه یا همون مشعرالحرام میخونن. مشعرالحرام، مشعر یعنی مکان مقدس، از شعائر گرفته شده. الله متعال مزدلفه رو مشعر حرام میدونه و اینگونه تعبیر میکنه از مزدلفه مشعرالحرام. تعبیر حرام برای مزدلفه به این خاطر استفاده میشه که منطقه مزدلفه در حرم واقعه. نهایت حدود حرم، یعنی آخر مزدلفه میشه آخر حرم. حرم مکی، محدوده حرم مکی که بیشتر از نصف شهر مکه مکرمه رو در بر گرفت. الله متعال میفرماید وقتی که از عرفات خارج شدید در مشعرالحرام هم به ذکر الله تعالی و عبادت مشغول باشید و در مشعرالحرام هم حجاج اونجا شب رو تا صبح میگذرونن و بعدش حرکت میکنن به سمت عبادت‌های خودشون و به سمت منی میرن و روز عید قربان که پرکارترین روز حجاج هست و حتی بسیاری از اونها فرصت نمیکنن نماز عید رو بخونن مگر اون کسانی که تونستن تا وقت نماز عید خودشون رو به حرم مکی برسونن و در نماز عید حرم مکی که برای غیر حجاج غالباً برگزار میشه بیشتر مشارکت بکنن. در ادامه الله متعال میفرماید واذکروه کما هداکم، الله تعالی رو در مشعرالحرام وقتی که یاد میکنید به گونه یاد بکنید که گویی شما رو هدایت کرده و این کنتم من قبله لمن الضالین، ولو اینکه شما قبل از این در زمره گمراهان بوده باشید. الان دیگه شما در مزدلفه به نحوی الله تعالی رو یاد کنید که شما انگار یک تولد جدید داشتید. شما عرفات رو پشت سر گذاشتید. شما روز عرفه رو که بهترین روز ساله در بهترین مکانی که در روز عرفه الله تعالی به اونجا توجه میکنه گذروندید. روز عرفه در عرفات، کسانی که در عرفات هستن اینها بیشترین توجه الله متعال به این بندگانش در صحرای عرفات که امروز در عرفات که مهمترین رکن حج، مراسم عظیم و پرشکوه حج برگزار میشه. شما در عرفات بودید، شما
لبیک گویان حرکت کردید، از خانه و کاشانه دل کندید و اومدید به این دشت در عرفات کنار هم جمع شدید. ذکر و یاد الله متعال رو میکنید با کفنی که به تن دارید و آماده کردید خودتون رو برای پذیرش دستورات الله تعالی و انجام حج و مناسکش. دعا کردید، ذکر و تضرع کردید. الان که از عرفات سرازیر شدید به سمت مزدلفه رفتید و مزدلفه، در مزدلفه به گونه الله تعالی رو ذکر بکنید و یاد بکنید که شما رو هدایت کرده، ولو اینکه قبل از این شما در هر گمراهی و ضلالتی بودید، اگر گناهی داشتید، اگر مشکلی داشتید، اگر معصیتی داشتید، در مزدلفه الله تعالی رو عبادت بکنید. در آیاتی که مرتبط به حج بارها ما میبینیم که تعبیر وذکر الله در همین آیه 198 مثلا فذکر الله عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم، مقوله ذکر بسیار پررنگه. ذکر الله تعالی یکی از اهداف اصلی حج برای حاجی اینه که خودش رو عادت بده به ذکر الله تعالی. یکی از اهداف و حکمت‌های بسیاری از عبادات اینه که انسان ذکر الله تعالی ورد روز و شبش باشه، تمرین بکنه، عادت بده خودش رو همیشه به یاد الله تعالی باشه، ذکر الله تعالی جاری باشه بر او که فذکرونی اذکرکم. اگر الله تعالی رو انسان یاد بکنه پیوسته الله تعالی بیاد انسان هست. ذکر بسیار مهمه. ما میبینیم که ذکرهای مختلفی در ایام حج، لبیک اللهم لبیک در ابتدای حرکت وقتی که شروع میشه، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، که سراسر درس و توحید و اعتقاد خالصه. و یا اذکاری که بعد از اون گفته میشه الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، یا هر ذکر دیگری که در این ایام گفته میشه. همه اینها تمرین است که انسان یاد بگیره که همیشه به یاد الله متعال باشه، زبانش تر باشه به ذکر الله تعالی، به یاد الله متعال. الله متعال در آیه 198 از دو مکان مهم در حج اسم میبره و عرفات رو ذکر میکنه و مشعر الحرام رو، مزدلفه رو. نامش مشعر الحرام است در آیات قرآنی و مزدلفه هم مطلقه اطلاق میشه. و مزدلفه پایان منطقه مزدلفه، یعنی پایانش از سمت عرفات و ابتداش از سمت حرم، محل ارتباط بین محل اتصال مزدلفه و منا، پایان منا و اول مزدلفه وادی به اسم محصر هست، یک منطقه‌ای که اونجا حجاج الان هیچ خیمه اونجا بنا نشده، یک فضای خالی نسبتاً بزرگی هست که اونجا اجازه داده نمیشه کسی اونجا بیاد و استراحت بکنه و یا خیمه بزنه. اون مکان هلاکت اصحاب فیله. اصحاب فیل وقتی که قصد تخریب خانه کعبه رو داشتن و اومدن و به اون منطقه که رسیدن، اون منطقه بود که اینها قبل از اینکه وارد منطقه منا بشن، الله متعال لشکرش رو فرستاد تا اونها رو هلاک بکنه و ابابیل اومدن و لشکر فیل رو در وادی محصر که در پایان منطقه مزدلفه و ابتدای خیمه های الان منطقه منا هست، در نزدیکی های ایستگاه قطاری که الان در ابتدای منا درست شده، در همون منطقه فضای خالی بزرگی هست که محل هلاکت اصحاب فیل است. و به همین خاطر حجاج وقتی که به این منطقه میرسن و از این منطقه گذر میکنن از مزدلفه، وقتی که میخوان وارد منا بشن، اون کسانی که میدونن، یعنی راهنمایانی که خبر دارن این منطقه محل هلاکت اصحاب فیل هست، اونها میگن که زودتر حرکت کنین از این منطقه، چون اونجا محل نزول عذاب الله تعالی بر اصحاب فیل هست. حجاج شب دهم رو به دستور الله متعال و این آیه شریفه و سنت رسول صلی الله علیه و سلم در تطبیق عملی این آیه در مزدلفه میگذرانن. عده‌ای که مشکلات به هر حال بیماری دارن یا ضعف دارن که رسول صلی الله علیه و سلم در سنتش به اونها اجازه داده زودتر برن، زودتر حرکت میکنن قبل از نماز صبح.
و عده دیگری نماز صبح رو میخونن و بعد از نماز صبح حرکت میکنن که غالب این گونه است و سنت رسول صلی الله علیه و سلم اینطور بوده. نماز صبح خونده میشه در مزدلفه و حرکت میکنن میرن به سمت منا و دیگر مشاعر که در آیات بعدی به اونها اشاره میشه که انشاءالله در برنامه بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با بررسی آیات دیگری که به بخش‌های دیگر مشاعر حج میپردازه. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و دوستداران برنامه درس‌های از حج، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزاریم که بار دیگر توفیق داد تا اینکه در این بار برنامه دیگر و در این سلسله از این برنامه ها در خدمت شما قرار بگیریم. یکی دیگر از افعال و یا اعمالی که حاجی انجام میده وقتی وارد مکه مکرمه شد طواف هست. قبلا پیرامون دروسی که از احرام و از تلبیه و از خود شهر مکه مکرمه اشاره کردیم. حالا وقتی که حاجی وارد مسجد الحرام میشه طواف میکنه. گفتیم که بحث ما اینه که ما از این طواف چی درس میگیریم، به احکامش و مسائلی که مربوط به احکام حج هست بحث ما نیست. الله سبحانه و تعالی بیان میفرماید مردمان را صدا بزن و آواز بدی، از هر طرف می آیند در این سرزمین و گرد این کعبه معظمه و مشرفه. در اخیر این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میگه ولیطوفوا بالبیت العتیق. طواف باید که صورت میگیره بر گرد این خانه عتیق، خانه‌ای که این خانه آزاد شده هست، عتیق هست. آیات زیادی داریم که الله سبحانه و تعالی درباره طواف و درباره کعبه و درباره
این عمل مبارکی که طواف هست اشاره میکنه. و همچنین آیه دیگر میفرماید و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما برای ابراهیم علیه السلام گفتیم که این مکان را تو پاک کن و آماده کن برای طواف کنندگان، برای آنهایی که در اینجا طواف میکنن، به اعتکاف می نشینن، نماز میخوانن. همه این مسائل و احادیث زیادی هم در این باره هست که رسول صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که حدیث را صحیح البخاری روایت میکنه، هنگامی که رسول صلی الله علیه و سلم وارد مکه می شدن و بعد می آمدن وضو می گرفتن، بعد از وضو وارد مسجد الحرام می شدن، اولین کاری که می کردن طواف کعبه معظمه و مشرفه هست. حالا طواف حاجی می آیه وارد مسجد الحرام میشه، مقابل حجر الاسود طواف رو شروع میکنه، 7 شوط میگرده، یک طواف هست. حالا این عبادت طواف دیگه در روی کل این کره زمین پیدا نمیشه. شما این عبادت را دیگه در هیچ مکانی ندارید، فقط این عبادت در گرد این بیت عتیق هست و او هم به فرمان صاحب این بیت. الله سبحانه و تعالی فرموده ولیطوفوا بالبیت العتیق. حالا درسی که از این گرفته میشه و حاجی محترمی که تو حاجی عزیزی که حرکت کردی آمدی تا این خانه پروردگار عالم و این بیت عتیق را طواف کنید، باید اینجا لحظات فکر کنید که امروز عبادتی برای من میسر شده که جز در همین مکان در هیچ نقطه از دنیا مسئله طواف نیست. هیچ چیزی قابل و لیاقت طواف نداره گورا انسان به قصد عبادت طواف بکنه. این عبادت خاصه این سرزمین و خاصه گرد کعبه معظمه و مشرفه هست. درسی که از این میگیریم این هست که طواف خاصه این سرزمین، خاصه این مکان و حتی خاصه گرد کعبه و او هم به فرموده الله سبحانه و تعالی. آیا طواف قبر جایز است؟ آیا طواف یک سنگ و یک درختی که امروز در دنیا در بعضی از گوشه و کنار دیده و مشاهده می شود که بعضی انسان ها قبر را طواف می کنن، یک درخت را طواف می کنن، یک سنگ را طواف می کنن، فلان و فلان و فلان و فلان را طواف می کنن، هر چیزی که می خواهد باشد، چی این قبر از پیامبر باشه و چی از اولیا باشه و چی از صالحین باشه، از هر کس که می خواهد باشد، آیا درست هست؟ نه خیر. اگر کسی چنین کرد چی می شود؟ حکمش واضح و مشخص هست. شما ببینید نماز که رکن اساسی دین هست، دستور داده شد که مسلمان ها مدت 16 و یا 17 ماه طرف بیت المقدس نماز می‌خواندند. و هم به دستور الله سبحانه و تعالی بود. الله سبحانه و تعالی دستور داد مسلمان ها به اون طرف نماز می‌خواندند. وقتی آیه نازل شد فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس مسلمان ها طرف مسجد الحرام، طرف کعبه معظمه و مشرفه نماز شروع کردند. اگر امروز
کسی بیاید بگوید که قبله من طرف بیت المقدس هست یا طرف فلان و فلان هست، من طرف کعبه نماز نمیخوانم، حکمش چیست؟ واضح است، شخص کافر شده، حکمی از احکام دین را تغییر داده، منکر آیات قرآن شده، شخص کافر میشه. حالا عبادتی که در ابتدای اسلام برای یک مدت هم تغییر کرده بود از سمت کعبه به سمت بیت المقدس، اگر امروز این عبادت را کسی بیاید تغییر بده به سمت دیگری کافر میشه. طواف از روزی که الله سبحانه و تعالی آدم را خلق کرد، از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا، طواف فقط یک مکان داره و یک محل داره و در یک جا الله سبحانه و تعالی دستور به طواف داده. حالا اگر شخص بیایه این طواف را انتقال بده که فلان قبر هم طواف میشه، فلان زیارت هم طواف میشه، فلان درخت هم طواف میشه، فلان و فلان طواف میشه، حکمش چیست؟ واضح و مشخص هست که از دین جدا میشود. چون الله سبحانه و تعالی می فرماید وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف فقط از آن گرد این کعبه هست. این عبادت را می خواهید، طواف را دوست دارید، بیا گرد کعبه طواف بکن. حتی گرد قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جایز نیست، روا نیست، حرام هست. اگر کسی به قصد عبادت قبر پیامبر و ولی و نبی و هر کس که میخواهد باشد، انسان به قصد عبادت بره یک مکان را اختصاص به طواف بگیره و او را طواف کنه، از دین جدا می شود. این بزرگترین درسیه که جریان طواف برای حاجی محترم میده. دروس دیگر چیست که ما از این طواف دروس دیگری را میگیریم، انشاءالله بعد از میان برنامه بیان می شود. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ولیطوفوا بالبیت العتیق، باید این بیت عتیق طواف شود، نه دیگر جا و دیگر مکانی. دروس دیگری که ما از این طواف و یا چرخیدن به گرد کعبه معظمه و مشرفه هست، درس دیگری که میگیریم اینه که هنگامی که در طواف هستیم، همه کسانی که در گرد کعبه هستن شعارشان چیست؟ دعایشان چیست؟ همه از کی طلب میکنن؟ همه شعار یکی، لباس یکی، همه بالاخره آمدن تا از پروردگار عالم بخواهن و طلب کنن و اظهار عبودیت و بندگی داشته باشن. در طواف درسی که میگیریم اینه که هنگامی که طواف میکنیم، اگر غنیه در کنارش یک فقیر طواف میکنه و اگر فقیره در کنارش یک غنی طواف میکنه. فقیر و غنی و عرب و عجم و همه بالاخره در گرد این کعبه معظمه، در گرد یک خانه، در یک هماهنگی خاص، همه با هم دیگر، همه میگن ربنا، پروردگار ما، یا ربی، ای پروردگار من.
درس وحدت را به ما میده. در طواف هیچ جا گفته نمیشه که تو شافعی، تو مالکی، تو حنبلی، تو حنیفی، تو فلانی، تو فلانی، تو فلان. نه خیر، همه بر محور کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. همه به این سرزمین آمدن با این عمل کردن، ولیطوفوا بالبیت العتیق. شافعی هم هست با این آیه ایمان داره، مالکی هم هست با این آیه ایمان داره، حنیفی هم هست ایمان داره، حنبلی هم هست ایمان داره. همه مذاهب حقه. در گرد کعبه وقتی میچرخن اینها را چی چیز اینجا آورده و کشانده؟ این آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی میفرماید و اذن فی الناس یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. و این آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی فرموده ولیطوفوا بالبیت العتیق. پس درس دیگری که ما از گرد کعبه میآموزیم درس اتحاد و اتفاق هست، درس مهر و محبت هست، درس اخوت و برادری و برابری هست. انما المؤمنون اخوه، به درستی که همگی مؤمنین برادر هم دیگر هستند. چرا امروز دشمن میخواه بین امت اسلامی نفاق ایجاد کنه؟ چرا امروز دشمن میخواه امت اسلامی را به جان هم دیگر بیاندازه؟ از تمام کشورها، از همه قاره ها، نژادهای مختلف، رنگهای مختلف، لسانهای مختلف، ولی شعار یکی. همه چی میگن؟ اهدنا الصراط المستقیم، الحمد لله رب العالمین. هنگامی که در داخل مسجد الحرام وقت نماز میشه چند امام هست؟ یک امام. کل این جمعیت، شافعی و مالکی و حنبلی و حنیفی و سایر مذاهب حقی دیگر، همه می آین، عرب و عجم، ترک و تاجیک، سیاه و سفید. وقتی که امام میگه ولا الضالین، همه با آواز بلند میگن آمین. اینها چیست؟ الله سبحانه و تعالی وقتی من و تو دعوت میکنه در کنار کعبه تا این که من و تو بفهمیم، بدانیم که حکمت از جمع شدن در گرد کعبه چیست. چی درسی میگیرید؟ درس وحدت، درسی که انما المؤمنون اخوه، به درستی که همگی مؤمنین برادر یک دیگر هستند. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. این درس میده الله سبحانه و تعالی در آیات زیاده اشاره میکنه و میفرمایه ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر، ولتکن منکم امة، شما امت خیر هستید. الله سبحانه و تعالی همه را امت گفته. کنتم خیر امة اخرجت، شما بهترین امت هستید. در هر گوشه ای از حرم وقتی ببینید که برادری نشسته هست قرآن تلاوت میکنه، از هر نقطه دنیا باشه، احساس بکن که او برادر توست و او خواهر توست. از هر جا میخواهد باشه، لسانش را بفهمی یا نفهمی، بدانی یا ندانی، او خواهر توست و او برادر توست.
الله سبحانه و تعالی میفرماید و اطیعوا الله و رسوله، اطاعت از خدا و رسول داشته باشید. همه اینها در گرد کعبه جمع شدن اطاعت از خدا کردن، اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم. قرآن می فرماید و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا، شما با همدیگر منازعه نکنید، با همدیگر کشمکش نداشته باشید. شما در گرد کعبه دیدید، متوجه شدید که عرب و عجم و همه بالآخره در کنار همدیگر در یک نماز، در یک صف، همیشه قبل از این که شخص به حج بیایه، در هر محل و منطقه و قریه‌ای که هست، اگر در یک محل هست همان همسایه های خود را میبینه، هم جواران خود را میبینه. شافعی در محل خود همیشه برادران شافعی را دیده، حنیفی در محل و منطقه خود همیشه حنیفی را دیده، مالکی، حنبلی در این قسمت. اما وقتی که در حج میایه میبینه که در یک صف 4 برادر در کنار همدیگر با محبت ایستاده هستند. این شافعی هست، این مالکی هست، این حنیفی هست، این حنبلی هست، همه بر محور قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. به اینه که الله می فرماید ولیطوفوا بالبیت العتیق، طواف کنید در این بیت عتیق، بیایید که در اینجا دروسی نهفته هست، درس وحدت و درس محبت و درس صمیمیت و درس برادری و درس برابری و درس مساوات و همه اینها. ادامه آیه چی میفرماید؟ ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اگر شما اختلاف کردید، اگر شما به جان همدیگر افتادید، اون ابهت شما و شأن و شوکت شما از بین می رود. واصبروا، صبر کنید. مسائل جزئی را بزرگ نکنید، مسائلی که قابل بحث نیست بحث نکنید، مسائلی که قابل این نیست که شما بیایید عصبانی شوید به خاطر اون، شما اون مسائل پیش پا افتاده را کنار بزنید. واصبروا، صبر کنید. وقتی صبر کردید الله سبحانه و تعالی پاداش صابرین، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بی حساب هست. پس به هر حال دروسی که از این طواف کعبه معظمه و مشرفه گرفتیم، اول این بود که گفتیم که این عبادت خاصه گرد کعبه معظمه و مشرفه هست. حتی شما نمیتوانید کوه صفا را طواف کنید، کنار کعبه هست. شما نمیتوانید تنها بیایید گرد مقام ابراهیم علیه السلام طواف کنید، نخیر. شما نمیتوانید سنگای مکه را بیرون از مسجد الحرام بردارید طواف کنید، نمی شود. ولیطوفوا بالبیت العتیق. این عبادت فقط در گرد کعبه هست، در هیچ مکانی نیست. و دروس دیگر درس اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی امت اسلامی را در گرد کعبه معظمه و مشرفه نشان میدهد. الله سبحانه و تعالی همه عبادات ما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند و بر ما توفیق بدهد که از این دروس حج درست و صحیح استفاده کرده و در زندگی خود پیاده نماییم.
تا برنامه بعد شما را به ذات یگانه می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسات قبل من درباره احرام که یکی از ارکان حج بود مطالبی رو خدمت شما بیان کردم و این مطلب رو یادآوری کردم که احرام به معنی ممنوعیت هست، یعنی اعمالی که قبل از نیت حج و قبل از احرام برای حاجی حلال و مباح بودند، با این نیت و با آغاز احرام در واقع ممنوع شمرده می شوند. در جلسه امروز انشاءالله می پردازیم به این مواردی که در هنگام احرام برای محرم و برای حاجی در واقع ممنوع هستند. یکی از معروفترین محظورات و ممنوعات احرام پوشیدن لباس دوخته شده هست که در فقه اسلامی به عنوان مخیط یا لبس مخیط مطرح هست، یعنی لباسی که دوخته شده. منتها در این زمینه باید توجه داشت که هدف و منظور از لباس دوخته شده این نیست که لباسی که در آن نخ به کار برده شده باشد یا دو تکه پارچه را به هم وصله کرده باشند و دوخته باشند، بلکه هدف از لباس دوخته شده لباسی هست که به اندازه بدن و سایز بدن در واقع دوخته شده باشد. مثلا آستینی داشته باشد که به عنوان پیراهن یا لباس زیر یا شلوار یا موارد دیگر که پوشیده می شوند باشد. منظور این نیست که دو تکه پارچه را به هم نباید دوخته باشند. این جزء محظورات نیست. محظورات فقط لباسهایی هست که در واقع به اندازه بدن هست و انسان از اونها استفاده می کند. در این زمینه روایتی هست، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت کرده و میگوید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که محرم یا حاجی در حالت احرام چه لباسی را باید بپوشد و مجاز هست که اون لباس ها را استفاده بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یلبس القمص ولا العمائم ولا السراویلات ولا البرانس ولا الخفاف، که شخص محرم نباید پیراهن یا عمامه، شلوار یا کلاه و خف و موزه یا همون جوراب را بپوشاند. اینها را رسول الله صلی الله علیه وسلم جزء موارد ممنوعه برشمردند و در ادامه فرمودند الا احد لا یجد نعلین فلیلبس خفین،
مگر انسانی که نعل یعنی کفش پیدا نکرده و مجبور هست که موزه بپوشد، خف بپوشد. الان چه کار بکند؟ ولیقطعهما اسفل من الکعبین، این خف را و موزه را قبل از کعبین و استخوان برآمده دو طرف پا از زیر این در واقع قطع بکند و این کفش ها را و این خف و موزه را به عنوان کفش بپوشد. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس، فرمودند که لباسی که به آن زعفران اصابت کرده، یعنی یک نوع عطری به آن اصابت کرده، چون این لباسی رو در واقع شما نپوشید. پس بنابراین پوشیدن لباس دوخته شده که به اندازه اعضای بدن هست یکی از محرمات هست و محظورات احرام. و یکی دیگر از موارد که ممنوع هست استفاده کردن از عطر هست، اهم از این که این عطر بر بدن انسان زده بشود یا بر لباس انسان، حتی ولو این که انسانی فوت کرده باشد در حالت احرام. در روایات داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که ما اجازه نیستیم حتی بعد از مرگ حاجی و بعد از مرگ محرم بر بدنش یا کفنش در واقع عطر و خوشبویی استفاده بکنیم. موردی اتفاق افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک فردی در حالت احرام از دنیا رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ولا تحنتوه ولا تخمروا رأسه فانه یبعث یوم القیامة ملبیا. هنگامی که این فرد را کفن کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تحنتوه، در واقع برایش خوشبویی استفاده نکنید و سرش را نپوشانید، زیرا که این شخص در روز قیامت در حالت تلبیه یعنی تلبیه گویان، لبیک گویان در واقع از قبر برانگیخته می شود. پس بنابراین هم پوشیدن لباس ممنوع هست، هم از لباسی که به عنوان قمیص و شلوار باشد و لباسهایی که به عنوان لباس زیر هستند، دستکش و کلاه و جوراب، تمام اینها جزء محظورات هستند. و هم استعمال عطر، اهم از این که بر لباس باشد یا بر بدن محرم، هر دوتا در هنگام احرام جایز نیستند. و یکی دیگر از محظورات احرام زدودن موی بدن هست که به هیچ عنوان ما اجازه نداریم که در حالت احرام موی بدن خودمان را کوتاه بکنیم یا بتراشیم یا اینکه آن را بکنیم. الله متعال در این زمینه صراحتا می‌فرماد ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، شما اجازه ندادید که در حالت احرام موهای خودتان را بتراشید. و در این زمینه حکم تراشیدن مو یا کوتاه کردن ناخن یا موارد دیگر و زدودن موی زائد بدن، تمام این حکم را دارد. پس بنابراین این هم یکی از محظورات احرام هست و ممنوع هست برای فرد محرم که این کارها را انجام بدهد. و همچنین پوشانیدن سر، انسان اجازه ندارد که در حالت احرام سر خودش را با کلاه یا با چادر یا با احرام بپوشاند. در تمامی این موارد حدیثی هست از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که ایشان روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این موارد را در واقع جزء محظورات احرام قرار دادند. و این اعمالی را که من خدمت شما برشمردم، اگر کسی این اعمال را انجام بدهد، مجازاتش یا فدیه این اعمال این است که یا این که 3 روز را روزه بگیرد، یا به 6 مسکین غذا بدهد، یا این که حیوانی را ذبح بکند. هر کدام از این موارد را که انجام داد، یا لباسی را پوشید، یا خوشبویی را استفاده کرد، یا موی از بدن خودش را یا ناخنی را در واقع چید و کوتاه کرد، تمام این موارد و همچنین پوشانیدن سر، این موارد مجازاتشون و فدیهشون 3 روز روزه یا 6 مسکین غذا دادن یا اینکه ذبح حیوان و گوسفندی هست.
الله متعال در این زمینه می‌فرماید فمن کان مریضا او به اذى من رأسی ففدیه من صیام او صدقه او نسک. درباره یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که مجبور بود که سر خودش را بتراشد، این آیه نازل شد که الله متعال می‌فرماید که هر کسی که بیمار بود یا این که مجبور بود که در یک نوع بیماری رو داشت در سرش که مجبور بود سر خود را بتراشد، جوابش و فدیه‌ای که باید بدهد یا فدیه از صیام باشد، 3 روز روزه باشد، یا صدقه دادن یعنی 6 مسکین را غذا بدهد، یا این که حیوانی را و گوسفندی را در این زمینه باید ذبح بکند. و همچنین یکی از محرمات و ممنوعات و محظورات احرام قتل صید هست، کشتن و در واقع شکار کردن صید و شکار ممنوع هست. الله متعال در این زمینه صراحتاً می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در هنگام احرام شما اجازه ندارید که حیوانی را در واقع شکار بکنید. و همچنین یکی از ممنوعات احرام جماع هست، همبستری و مقدمات جماع اهم از نکاح کردن یا حتی خطبه نکاح خواندن، اینها جز ممنوعات هست. الله متعال صراحتاً در این زمینه می‌فرماید الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ماه‌های حج مشخص هستند، هر کسی که احرام بست به حج در این ماه‌ها فلا رفث، بس اجازه ندارد با همسر خودش هم بستری بکند، ولا فسوق، گناه و معصیت را نباید انجام بدهد، ولا جدال، نباید در هنگام احرام و در حالت احرام نباید با کسی درگیر بشود. و این جماع و همبستری در هنگام احرام این باعث می شود که حج انسان در واقع فاسد بشود، ولکن همراه با این که حجش فاسد شده از نظر شرعی باید این حج را کامل بکند. این حج پذیرفته نیست زیرا که در حالت احرام جماع و همبستری کرده، اما با عنوان یک مجازات و یک عقوبت شرعی باید اعمال حج را به پایان برساند و سال دیگر باز هم باید حج بکنند. این حجشون در واقع پذیرفته شده نیست و اضافه بر این یک فدیه، یک شتری رو هم باید در این زمینه ذبح بکنند. اینها مجموعی هستند از محظورات احرام که انجام دادن این موارد در حالت احرام از نظر شرعی ممنوع هست و هر کسی که این اعمال را انجام بدهد یک نوع مجازاتی و فدیه برایش در شریعت اسلامی در واقع در نظر گرفته شده. تا برنامه بعد شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني. نداء الحق صوت قد شجاني بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام به همه شما عزیزان، به همه شما خوبان، به همه شما مؤمنان. بیا با هم خدا رو شکر گزار باشیم، پروردگار یکتا رو که به ما عمری بخشید و امروز ما هستیم
هستیم و شاهد این روزهای مبارک. الله، چه روزهایی است، چه روزهای با برکتی. برخی از علما میگن این روزهای اول ذی‌الحجه اینها نزد خداوند العمل صالح در این روزها عزیزتره، با ارزشتره حتی از عمل صالح در روزهای رمضان. میگن برتری روزهای ذی‌الحجه از روزهای رمضان بیشتره. شبای رمضان بر همه شبای سال ارزششون بیشتره و از جمله شبهای رمضان لیلة القدر هست که خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه هم 80 و اندی سال هم بیشتر و بیشتر با ارزشه. و از خداوند متعال تمنا داریم که خدایا بارالله همه رمضانایی که ما داشتیم همه رو قبول کن، از ما لیلة القدرش رو هم قبول کن، همه ذی‌الحجه های ما رو هم قبول کن. اینقدر این روزها پیش خداوند عزیز هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که کاری نیکو در این روزها پیش خداوند از همه چی بهتره. فرمودند یا رسول الله حتی از جهاد در راه خدا؟ فرمودند بله، حتی از جهاد در راه خدا، مگر اون مجاهدی که در راه خدا رفت با مالش و با خودش مالشو گرفت و رفت و هیچ بر نگشت، نه خودش برگشت و نه مالش. در حج، حالا حج اولش که همین روزهاست، در روزهای ذی‌الحجه است، پس همه چیزش عزیزه. و یک شباهتی با این مجاهده هم داره. مجاهد با خودش رفت با مالش، حاجی با خودش میره با مالش، جسمش هم میره مالش هم میره و باید برنگرده. حاجی که رفت به حج، ای حاجی عزیز رفتی حج، نکنه که باز برگردی همون انسان. کسی که برمیگرده باید یه شخص دیگه باشه، یک انسان دیگه، یک انسانی که این لباس حج زیبنده اون باشه. حالا جامعه بهت گفتند حاجی، بهتره که نگن، بهتره که به مردم بگید که نگید به من حاجی، تا حجمو فاسد نکنی، نکنه که وقت همیشه حاجی حاجی گفتی منم عادت کنم، منم دلم بخواد که به من حاجی بگند، منم خدایی نکرده ریا و خودنمایی و عجبی در من ظاهر بشه، حجم ضایع بشه. اما چون که رفتم حج باید بدونم که من به مهمانی خدا رفته بودم. الحجاج و العمار وفد الله، ما رفتیم به مهمانی خدا. خداوند هر کس رو به خونش نمیخواد. پس من کسی بودم که خداوند بر من منت نهاد، بر من فضل گذاشت، من رو از بین میلیون ها خلایق انتخاب کرد، گفت بیا به خونه من. من رفتم مهمون خدا بودم. این مهمونی رو باید قدر بشناسم. من تنها که نبودم اونجا، هم خدا منو خواست، هم میلیون ها نفر دیگر رو از برادرای مؤمن و خواهرای مؤمنه من از سراسر دنیا. ما رو یه جا جمع کرد تا چی؟ مایی که یک دین داریم، مایی که یک قبله داریم، مایی که بندگان یک خدا هستیم، مایی که یک شعار داریم، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. شعار بندگی خدا، شعار اقرار و اعتراف به نعمتهای خدا، شعار اینی که من بنده تو هم ای خدا، غیر از تو هیچ کس رو قبول ندارم. من بنده تو هم که هر روز میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو استعانت میجویم. هیچ قبر و امام و پیامبر و ولی و غوث و نمیدونم هیچ کس رو ازش هیچی نمیخوام، تنها از تو ای پروردگارم میخوام. تویی که به من نزدیکی، تویی که اجابت دعای من میکنی. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب.
ای پیامبر من اگر مؤمنان از تو پرسیدن که من کجام، بهشون بگو من نزدیکم واسه شون. نگو من نزدیکم، خودم میگم من نزدیکم. خدایی که به ما نزدیکه، ما رو انتخاب کرده، آورده هممون رو یه جا که اینجا چیکار کنیم؟ اینجا نشون بدیم که ما یک مؤمنانی هستیم. برای چی اومدیم؟ با اخلاص اومدیم. کسی که به حج میره غیر از اخلاص نباید داشته باشه. اگر عقل داره نباید غیر از اخلاص داشته باشه. چرا من پولم رو میدم، زحمت رو تحمل میکنم، این همه سختی ها رو متحمل میشم، میرم به کجا؟ به واد غیر ذی زرع، میرم به یک سرزمین بی خشک آب و علف، میرم اونجا فقط و فقط برای چی؟ برای رضایت الله. از جمله رضایت الله اینه که خداوند همه خلایق رو جمع کرد، همه مؤمنان رو جمع کرد تا ما در کنار هم از درد همدیگه آشنا بشیم، از مشکلات همدیگه با خبر بشیم. در زمانهای قدیم همه مؤمنان در ایام حج فرصت بود. در فرصت حج چه اتفاق می افتاد؟ همه اندیشمندان و مؤمنان و علما و صالحان گروهی رو میفرستادند، همشون هر کی میتونست میرفت، هر کی نمیتونست اون درد جامعه رو میفرستادند در حج که اونجا امیر مؤمنان هست، با امیر مؤمنان این مسئله رو مطرح کن. می اومدن اونجا به امیر مؤمنان میگفتن. طرف اومد از مصر، او امیر المؤمنین اتق الله، چی شده؟ والی تو به من ظلم کرده، پسر والی تو، آقازاده ها به من ظلم کردن، منو زدن. کسی که مشکل داره میاد مطرح میکنه. هر جای جهان اسلام مشکلی داره، چه مشکل فردی باشه، چه مشکل گروهی باشه، چه مشکل جامعه باشه، میاد در حج این رو مطرح میکنه. حالا که امیرالمؤمنین نیست، بندگان خدا که هستن، علما که هستن، اندیشمندان که هستن، متخصصان هستن. در حج شما هر چه ذکر به ذهنت بیاد متخصصش هست، دانشمندش هست، میتونی اون رو مطرح کنی تا بیایی به حج. اومدی اینجا، این مسائل باید مطرح بشه. هممون از اونجا اومدیم با چی؟ با اخلاص، فقط و فقط به خاطر خدا و از اخلاصمون، از عبادتمون این تجمع بزرگ ماست. اومدیم اینجا که چی؟ و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. ای مؤمنان توشه برگیرید. توشه یه حج، توشه مادی هست، مخارج و اینا، هزینه‌ای که داریم اینو برمیگیریم. اما یادت باشه خیر الزاد تقوا، بهترین زاد و بهترین توشه حج تقوای الهی است. اومدیم اینجا که تقوا، پرهیزکاری رو پیشه خودمون کنیم. خدای من تقوا دیگه چیه؟ تقوا اینه که من در ذهنم بذارم هر چی میخوام بکنم هدفم خداست، هر کاری میکنم هدفم رضایت خداست. آیا در این کاری که میکنم رضایت خدا هست یا نیست؟ هست میکنم، نیست نمیکنم. همه دنیا جمع بشن که این کارو بکن، میدونم که در این رضایت خدا نیست، نمیکنم. بابا در این فقر هست، اگر کار بانک رو ول کنی، ربا رو ول کنی، بیچاره میشی، فلان میشی، نمیکنم. در این رضایت خدا نیست، در این خشم خدا نیست. در این درس ها رو ما چیکار که یاد بگیریم؟ در حج یاد میگیریم که مخلص باشیم، مؤمن باشیم. همش ایام معلومات هست، یه چند روز مشخصی هست، ایام معدودات، یه چند روزی که ما با دست انگشت شمار هست. در این انگشت شماری من اومدم اینجا تا خودم رو یک انسان دیگه کنم، مثل همون مجاهدی که رفت با مالش با خودش برنگشت. حاجی جان اگر رفتی به خانه خدا، همون محمد، همون عزیز، همون احمد، همون تقی، همون نقی که بودی رفتی، همون برگشتی، مثل خر موسی یا خر عیسی. گفتن که خر عیسی به مکه رفت، چو رفت به مکه بازو گردد، همون خر است. خدا نکنه که ما این تو باشیم.
وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونور الآية والبيان. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. میریم به حج، آمادگی میگیریم برای رفتن به حج. آمادگی با چی؟ تزودوا خیر فإن خیر الزاد التقوا. توشه برگیرید، بهترین توشش هم تقواست. خب این تقوا رو چطور بهش برسیم؟ تقوا هم راه و رسمی داره برای خودش. رسیدن به تقوا اینه که من اول یکم علم بگیرم، آموزش بگیرم. حواسم باشه، جالبه که ما میاییم الان فقها به ما میگن آقا وقتی رفتی حج این از جمله ارکان حج هست، این از واجبات حج هست، این کارا رو بکنی از نوافل هست، سننه، این کارا رو بکنی از مکروهات هست. در قدیم این حرفا نبود. در قدیم چی بود؟ در قدیم و الان هم پیش صالحان این است که پیروی رسول خدا، پیامبر خدا وقتی حج کردن حکمت الهی بود، دستور خداوند بود که پیامبر ما حج کنند روی شتر تا همه خلایق اون رو ببینند، بدونند چه کار کرد. پس من وقتی به حج میرم همه اون کارهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادن انجام میدم. هر کاری که رسول الله انجام دادن من انجام میدم. من پیروی خدا و رسولش میکنم. خب این کارا رو انجام دادم، میرسم به چی؟ به تقوا. چرا؟ چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن خذوا عنی مناسککم، مناسک حجت رو از من بگیر. در این روزهای که عمل صالح از همه چی بیشتر ارزش داره، من هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده رو انجام میدم. همین پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطیعوا الله و رسوله هست. همینه دیگه عبادت. اخلاقم اخلاق رسول الله، تواضعم تواضع رسول الله، خدمت به خلقم خدمت به خلق رسول الله. قبل از رفتن به حج چیکار کردم؟ وصیتم رو نوشتم که نکنه که من رفتم برنگشتم حق کسی رو من باشه. حق الله رو میرم ادا کنم، حق عبادش رو قبل از اون باید ادا کرده باشم. اومدم با چه اومدم؟ با مال حلال اومدم. نشه که من مثل اون کسی باشم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تصویرش کرد به ما، یک آدمی که سفر طولانی میره، اشعث اغبر، موهاش شوریده، همش خاک از سفر، از خستگی، یعنی این همه رو خودش فشار میاره، میاد دستش رو بالا میگیره، یا رب یا رب دعا میکنه. اما چی دعا میکنه؟ مالش حرام، غذایی که خورده حرام، لباسی که پوشیده دزدیده حرام. فانا یستجاب له. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماند چطور امکان داره که این دعاش اجابت بشه؟ این شخصی که اینطوری هست وقتی که میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ملائکه میگن لا لبیک ولا سعدیک، خاک به سرت، نه لبیک تو خواستی نه هیچ، و حجک مردود علیک، حجت هم بخوره به سرت. اینه که من اومدم وقتی میام با یک نیت پاک بیام. نیت پاک التزامش چی هست؟ لباسم حلال باشه، پاک باشه، خوراکی خوردم تو شکمم پاک باشه، حلال باشه، حرکتی که کردم، این مسیری که اومدم قرض و قرضه مردم نیست، گناه نیست، دزدی نیست، چپاول نیست، این هزینه سفرم از حلال هست. اومدم با علم و درایت و دانش اومدم، فهمیدم که چه کار بکنم، ارکان حج و عبادت حج و همه ریز و درستش رو یاد گرفتم.
الان هم نشستم چیشو یاد میگیرم؟ لذت بردنشو یاد میگیرم، حکمتش رو یاد میگیرم، درسایی که از حج باید بگیرم رو یاد میگیرم. همه اینها با یک اخلاق پیامبرانه، با یک روحیه مؤمنانه. من اومدم به حج، اینجاست که میگم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. این حرفم کامل نشده، این شعارم کامل نشده که ملائکه میگن بله لبیک و سعدیک، خیلی خیلی خوش اومدید و حجک مبرور. حج مبروره، حجت قبوله. حجت که قبول شد چی؟ یعنی خداوند برات امضا شده، نوشت داد که آقا تو بهشتی. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج قبول شده یه درگاه الهی هیچ پاداشی براش نیست مگر بهشت. تو رسیدی، تو اومدی پیش خدا، تو اومدی پیش خدا، خدا تو رو خواست. اولا که مهمون خدا بودی، پس خدا تو رو خواسته. خدا تو رو دعوت کرد، دعوتش رو اجابت گفتی و گفتی لبیک. الان بخوا، چه که میخوایی از خدا بخوا، خداوند استجابتت میکنه. حاجی مستجاب الدعاست، حاجی مغفور له هست و همچنین خداوند میبخشه، نه تنها برای حاجی، برای هر که حاجی براش دعا کنه. یادمون باشه از حاجی ها بخوایم که برامون دعا کنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از حاجی میخواست که براش دعا کنه. حضرت عمر اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه میگیرن که یا رسول الله من میخوام که برم حج، نیت حج دارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهشون فرمودن که لا تنسانا من صالح دعائک یا اخی. برادر جان، در دعای صالح، دعای نیک ما یادت نریم. حضرت عمر اینقدر خوشحال شد که پیامبر خدا میگه برای من دعا کن. پیامبر خدا به من میگه برادر جان. گفتن که این کلمه پیامبر خدا از همه دنیا برام عزیزتر بود. اومدم پیش خدا، اومدم خانه خدا. از اول که اومدم نیت کردم که من دارم به سوی یک جهاد میرم، به سوی یک تلاش میرم، به سوی ساختن خودم میرم، به سوی جایی میرم که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. میرم به جای اون جایی که در اونجا هیچ شهوت نفسانی من جایی نداره، این شهوت زبانی من هیچ جایی نداره، این خودنمایی من به من توهین شده، به من در حق من اهانت شده، من این منیت من هیچ جایی نداره. خب اینم ساده نیست، ساده نیست که من این کارو بکنم. خب ساده نیست، اسمش جهاد. ساده نیست که رکن پنجم دینه. ساده نیست، واسه همینه که اجرش بهشته. بهشت چیه؟ راه بهشت همش سختیه، همش چیزاییه که مخالف با شهوت انسان و خواسته های انسانی است. راه جهنم حفت به شهوات. راه جهنم خوشگذرانی و شهوترانی و اون چیزی که دل آدم میخواد، اون چیزی که شیطان برای ما زینتش میده. پس از الانی که من میخوام برم حج، باید این مفاهیم رو بفهمم. باید بدونم که با اخلاص برم، باید بدونم که با علم و درایت برم، باید بدونم کجا میرم، چرا میرم. اینا رو که دونستم، حجم چه حجی میشه؟ حجی میشه که دیگه اونجا لذت میبرم. حجی میشه که وقتی یه کاری رو میکنم با شوق و عشق و علاقه بکنم، نه این کار رو میکنم که از گردنم بندازمش. رفتیم از بیا زود طواف کنیم، خواهش الحمدلله طوافمون تموم شد، الحمدلله سعیمون هم تموم شد، برگشتیم من عرفات الحمدلله، یا طواف استفاضه رو هم کردیم الحمدلله، همه چیز رو تموم شد.
از سرمون انداختیمش دور. نه، این دیگه لذت نداره. این کسی که از زورکی کاری رو میخواد از شونه خالی کنه. اما حجمون نه، حجمون اون لذت باشه. ارحنا بها یا بلال، بلال جان بیا با نماز ما رو یکم آرامش بده، راحتی بده، بیشتر قرآن بخون تا ما لذت ببریم بیشتر. اون وقت دیگه، وقتی که طواف میکنی، وقتی سعی میکنی، وقتی که منا میری، وقتی عرفات میری، وقتی که میری رمی جمرات، اونجا دیگه چه رو میبینی؟ فقط لذت. خستگی برات معنا نداره. وقتی میری حج اونجا یه افرادی رو میبینی انگار که تازه از قبر اومدن بیرون. افرادی رو میبینی یه پاشون تو قبر، یک پاشون بیرون، پیرمردای از قرن بوق افتاده دلا همچین راه میره، میخوای دستشو بگیری پدر جان کمکت کنم، میگه نه کمک نمیخوام. میری یکی نمیدونم چرخی بیاری یه پیرزنی رو بذاری، میگه نه مگه من دست و پاشو رفتم بذارم، بذار. دردش یادش رفت، درد کمرش یادش رفت، درد پاش یادش رفت. در یک عشقی هست، در یک فضایی هست، در یک شوقی هست که خودش رو فراموش کرده، درداش رو فراموش کرده، بیماریاش رو فراموش کرده، داره میره پیش خداش، لذت میبره. 5 کیلومتر 10 کیلومتر پیاده روی میره، انگار خیالش نیست. این کیه؟ این همونی است که از خونش میخواست تا بازار بره 200 متر نیست، باید می اومدن پسراش کمکش میکردن، تو ماشین میذاشتنش میبردنش، نمیتونه اونجا هم میرفت لم میداد 2 ساعت که سفری اومده. اینجا همه چی یادش رفت. اینه عشق. وقتی که با این عشق و با این شوق میایم به حج، حجمون یه حج دیگه میشه. اون حجی میشه که جزاش، پاداشش فقط و فقط بهشت. نداء الحق صوت قد شجاني